بچه‌ها امروز میخوام براتون آموزش عوض کردن دستگیره رو براتون بزنم. اکثر ماشین‌های 206 که دستگیره‌شون اینجوری رد میکنه شکسته، 1% فقط کارش در میاد. حالا میخوام بریم بررسی کنیم ببینیم دستگیره واقعا شکسته یا نه. اگر هم شکسته باشه آموزش تعویضش رو براتون بذاریم. ما رو حتما دنبال کنید و مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید. این پست رو برای رفیقاتون بفرستید و حتما این پست رو سیو کنید. طبق معمول برای باز کردن رودری که حتما باز بشه میخوایم به تشخیص بدیم دستگیر شکسته یا نه. یه دونه آچار تی-20 میخوایم و یه دونه دو سوت. حالا بیا میخوام بهت یاد بدم چجوری بازش کنیم. یه دونه پیچ اینجا داره دوستان عزیز من که کامل بازش میکنیم تا این آزاد بشه. یه دونه پیچ هم اینجا داره، فدای شما بشم من. یه دونه پیچ هم اینجا. کنید از این قسمت سربش میشکنه. نگاه کنید از این قسمت. خب حالا ما برای تعویضش نیاز به دستگاه پرچ نگاه کنید. برای اینکه پرچای این زیر رو باز کنیم خب نیاز به دریل داریم، دریل و مته. خب متمون نباید زیاد بزرگ باشه که بخوره رد، وقتی که رد بکنه میخوره به بدن و خط میفته. حتما مته ریز انتخاب کنید و بیا جلو. داداش اینو نگه داره. آره جان اینو نگاه کنید، ضربه میزنید پرچ اصلیش داخل بره، این بره داخل. خب داخل فشار میدیم اینو به سمت بالا و دستگیره رو در میاریم. مشکل تمام 206 از همینجا، نگاه از این نقطه. حتی من باز نکردم رودری رو میدونستم دستگیره شکسته. 99% این دستگیره از همین قسمت سربیش میشکنه. چرا؟ چون وقتی که قفل بالا نمیاد شما دستگیره رو به زور میکشید، قفلش به زور میکشید دستگیره میشکنه. خب حتما حواستون باشه و برای پرچ کردنش حتما به دستگاه پرچ و پرچ 4 احتیاج داریم، اونم 2 تا. چون حتما دقت کن، نگاه کن جای پرچایی که باز کردیم و حتما از داخلش که پرچی میمونه اضافه رو برید بیرون که همینجوری صاف بمونه و دستگیره نحوه دستگیره رو تو ادامه ویدیو بهتون نشون میدم که چجوری دستگیره جا میخوره و به چه صورت خارش رو باید جا بزنید که بتونه برای شما کار کنه. حتما هم تا اینجا اومدید ما رو حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و ما رو حتما دنبال کنید. چه دستگیره نوع ما که با خار نگاه کنین لبهش چقدر نازکه که سری به سری میشکنه. اینم دستگیره خرابمون که از این قسمت شکسته. نگاه کنید فرقشون مشاهده میکنید. درسته؟ خب حالا بریم برای جا زدنشون به شما یاد بدم. خیلی با دقت نگاه کنید. اول همون الش رو جا میزنیم و به سمت بالا میریم. دستگیرم از سمت بالا میکشیم تو جاش. نگاه کنید الان دیگه حتی پرچم نکردیم سفته، ولی ما برای اینکه سفت بمونه همیشه پرچش رو میزنیم که توی ادامه ویدیو مشخصه. پرچ اینجوری جا میزنیم خیلی راحت. نگاه کنید این الان بیرون اومده. با چکش دوباره جا میزنیم پرچو. خب دستگاه پرچمون هم بس میکنیم به پرچ. این پرچ دومی هم جا میزنیم بچه‌ها. بعد دستگاه پرچ، چون حالا من با یه دست چپم اینو دارم سخته یه خورده. دستگیره رو هم جا زدیم. چون دستگیره رو نگاه کن به این صورت داخل قابش جا میزنیم. خب الان بریم برای تستش. دستگیره رو جا زدیم به راحتی باز بشه. نگاه کنید شما وقتی که قفل رو میزنید و میخواید بازش کنید بذارید خوب قفل باز بشه بعد دستگیره رو بکشید، نه اینکه سریع عجله بکشید. این اتفاق برای شما امکان پیش بیاد. ما رو حتما دنبال کنید و الان نحوه بستن رودریش هم بهتون یاد میدم. حتما این پست هم برای رفیقاتون بفرستید. بالا نگاه کنید از قسمتی که سمت آینه است جا میزنیم توی نوارش. اینم در میاریم. تموم شد. جا خورد. به همین راحتی دیگه. من نحوه رودری جا زدن هم دارم بهتون یاد میدم. پس به ما یه دونه سابسکرایب نمیرسه؟
جا زدن این نگاه کنید وقتی که اگه رودری خوب جا بخوره اینم نگاه به همین راحتی تمام میشه. نگاه جا خورد. چه نظرتون رو حتما زیر این پست کامنت کنید برای ما و الان میخوایم برای سمت شاگردش پمپ پرایدی ببندیم روی 206. یعنی میشه میخوایم توی پست بعدی بهتون نشون بدیم.